بچه ها ببخشید که تصویر منو ندادید، یه مشکلی پیش اومد و خراب شد و مجبوریم پارت امروز رو بدون تصویر بکنیم. میریم سراغ مهمان اصغر آقای 2. میریم سراغ مهمان اصغر آقای 2 و بازی رو شروع میکنیم. شنگی ماما چرا پارمیدا نیوردی؟ پارمیدا با مامان سینا رفته سوال ختم یکی از اقوام سون بود. خب زشت بود مادر، شما هم میرفتی باشون. آزیل و سیری سبعید رو ول کنم برم حلوا و خورما بخورم عمره. آره بابا زشته، آدم نباید زنشو ول کنه بعد خودش تنها بری مهمونی. تو هیچی نگو سیروز، خودت هفته پیش زن بچه تو پیچونی تنهی رفتی گودبای پارتی از قرقا. خونه از قدرش میرم، دوست قدیمیمه بابا، نمیشه بدون گودبای را هیچ کنم که. مگه از قرقا کجا دست میرفت بابا؟ والا نمیدونم، خیلی ناراحت بود، گفت که کار اورژانسی براش پیش اومده و باید بره. فقط یه نامه داد دستم، گفت حتما اینو ببر بدی یکی از آشنام. کدوم آشناش؟ پدر جدش. پدر جدش؟ اون دیگه کیه؟ گویا یکی از بزرگای فامیلشونه. اصغر میگفت که پدر جد در واقع پدر جدشه که گویا هنوز در قید حیات هستن ایشون. عجیب است. ایدن پس یه بهبودی هم خونه پدر جد اصغر آقا افتادی. راستش آدرسشو ندارم. الانم داریم میره خونه حشمت، برای همینه دیگه. میخوام ببینم حشمت آدرس پدر جد اصغر داره یا نه. یعنی اصغر شماره پدر جدشو بهت نداد؟ نه دیگه، گفت این نامه رو ببر بده به پدر جدم، منم قبول کردم. بعدش تازه یادم افتاد آدرسشو ندارم. ماما پدر جد به مهدی میده. ماما آخ جون میره نخورده که نیستی، نکن بابا جان. حواسیم پرت بشه. بگم بابا باهاش صحبت کنه برم تو خوردریا. این حشمتم منو دیوونه کرده والا. از صبح اخبار و کشت و کشتاره. اصلا دیگه خیلی بده این 30 روز من بنده خدا فقط تام و جری نگاه میکنی. تام و جری خب راستی آقا حشمت، شما پدر جد رو میشناسی؟ چی؟ پدر جد؟ نه نمیشناسم. ای بابا، حالا چیکار کنیم؟ چی شده آقا سیروس؟ حالا کی هستش این پدر جد؟ والا پدر جد اصغری. اصغرم یه نامه داده که برم بدم به پدر جدش. باز چی داده به تو؟ چرا خودش نرفته بهش بده؟
اصلا تو این دور و زمانه که همه چی تکنولوژیکی و این داستانا شده که دیگه نامه میده. منم همینو میگم، چرا باید نامه رو بدم به من؟ نخور بابا نخور. یه لحظه حواسم نبوده. اگه حواسش پرت بشه چی میشه؟ من میبینم برو میده. هیچ مکسر جد اینقدر نخور. میگم سوسان خانوم تا به حال فکری به حال قد و قواره سیروس کردین؟ با چشم مگه دستشون؟ هیچی دیگه. ای شما مشکل ندارین که به بقیه دیگه چه ربطی داره؟ والا اکه هی برنگرد. بیچارم کردی نخور اینقدر. خون غذا تشنم بچه. برو اون راستی سیروس جان چه خبر است قراغا؟ والا همین چند روز پیشش بودم، خیلی پکر بود. بهم گفت داری میری یه جایی چند وقتم نیست. بعد یه نامه داد دستم، گفت اینو بده به پدر جدم، خیلی مهمه. حالا کجا داشت میرفت؟ نمیدونم حشمت جان، الان 40 ساله با اصغر رفیقم، هنوز نمیدونم شغلش چیه. کلا خیلی آدم توداریه. چند وقت مسافر کشی کرده؟ نه بابا، از خرو رانندگی میگفت داری دنبال کسی میگرده، به بهانه دور تو خیابونه مسافر میزنه. والا که ما آخرش نفهمیدیم اصغر چی کار است. راه حلش چه؟ قفل اینو بکنم این دکمه. هر شیرینیش خوشمزه است. خورد کردم به شیرینی.
سری میوه رو بخورم تا کسی تمومش نکرده. سری اومد. بابا بردم گستگی. یه چند تا بذارم جیبم واسه بعدن.